سلام بچه، خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو قرار ما آموزش بدیم که چطوری بتونید داخل اپلیکیشن یه فصل ایجاد کنید و یه شات آموزشیه. شما اول داخل لود یا کاتانا بذارید یا اسپیر بذارید. اسپیر معروف تر، ولی یه لودات کاتانا بذارید و لودات هم اسپیر. خب من اسپیر برام گفته، من نیز اکانت قبلی برام نبود. خب الان شما اسپیر رو میدید دستتون. حالا این نخورد اسپیر رو میگیرید دستتون، باید شاد رو ببینید و میرید اسلاید کنسل بزنید. یه چیز کلیک کنید، بعد سریع نکنید سویچ کنید، بعد باید میرید. حالا شما سویچ رو میکنید. حالا من آخر ویدیو میشه اتچمنت بهتون میدم، مثلا اینجوری مثلا بتونید اینجوری سریع استفاده بشه شما راحت. حالا بریم میبینیم اسلاید کنسل رو. حالا اسلاید کنسل هم ویدیو بعد اومدش کنسل هم میذارم که کامل مثلا جا بیفته. اسلاید کنسل شما کنم اول برید اونو ببینید، بعد ببینید که راحت تر بتونید ویدیو استفاده کنید. خب اسلاید کنسل من الان میزنم. اسلاید کنسل شما رو یه زدنش ثانیه سریع‌تر میکنه. میتونی چقدر سریع زنم؟ 3 2 1. حالا این باگ بود نخواهد چقدر اسلاید کنسل باید میستون کم شد. بذاره باید بذاره تمرکزی یه چیز بازی کنید که اینجوری من نمیدونم ولی بعضی وقتا میشونم میخوام بکنم بعضی وقتا مثلا الان ما اینجوری نخورد و آموزش جمع شدم بهتون میدم، حتما اونو ببینید. که فردا یا شاید پس فردا شاید بذارم براتون. و این ویدیو هم صرفا جهت آموزش بود و نکات پایانی و چندبندی میخوام بهتون بگم. نکات چندبندی که میخوام بهتون اعلام کنم این نکات هستش که شما وقتی موومنت دارید میزنید که تیر نخوره بهتون. من الان موومنت حسابی نمیزنم، موومنت میزنید موومنت زیگزاگی، بعد یه اسلاید میزنید، بعد این موومنت رو بیایید کنید اسلاید کنسل رو ترکیب کنید. بعد بزنید تیرتون. مثلا من موومنت دارم میگم وقتی اسلاید کنسل رو بزنم الان اسلاید کنسل نشد. بعد مثلا اینجا موومنت ریلود بزنم، مثلا اینجا دارم موومنت هم میرم، بعد بعد یه دفعه اسلاید کنسل بزنم، بعد بزنمش اینجوری میشه. مثلا یه موومنتی میزنم تیر باز خود نخوردش
چیه، ولی شما میتونید دنس هم با این کار ترکیب کنید. یه موفق میکنید توی بازی. امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه. فعلا بای بای.